برپا می شود، در دل چه سودا می شود. هر ره گذر در عشق تو راهگیر و رهبا می شود. از کار تو رفتار تو، از شیوه گفتار تو. دنیای به سامان دل عمر بسامان می شود. از ناز تو آواز تو، از عشق و پرداز تو. گر بگذری یک سر گل افشان می شود. از کوی تو رفتار تو، از شیوه گفتار تو. از کوی تو رفتار تو، از شیوه گفتار تو. همین ترانه زیبا، با همین ترانه معجزوی، با همین ترانه جاذبه‌ناک روی اکران‌هایتان پدید آمدیم. دوستان عزتمند، برنامه خاطره ها است که منظور شما می‌گردد و همین برنامه امروز برای من یک برنامه مخصوص است، زیرا که در همین برنامه اطراف یک هنرمند حرف خواهیم زد که من خیلی زیاد دوستش می‌دارم و همیشه در ذهن من یک سوال چرخ می‌زند که در دوام چند ده ساله واقعا هم شاهکاری های خیلی زیاد در ژانر استراد پیدا شدن. واقعا هم ترانه هایی هستند که دنیا رو تکان دادن، در میدان های بزرگ صدا دادن، اما همین گونه ترانه ها چندان عمر زیاد ندیدن. همگی یک سال می شود که تکرار به تکرار همین ترانه ها رو گوش کردیم، اما همونطوری که از تلفن های موبیلی همون اون ترانه ها رو بازم بیرون کردیم و ترانه های دیگر جایهایشان رو عوض کرد. اما از چیز که ترانه های این شخصیت ابرمرد، این شخصیت صاحب استعداد هنرمند از تلفن های موبیلی ما دور نشد. ما پیوسته ترانه هایش رو گوش میکنیم و گفتنی هستم که مخلصان هنرمند زنده‌یاد، هنرمند صاحب استعداد کرامت الله قربانوف نزد اکران تلویزیون براحت نشینید. همراه با هم یک برنامه جالبی رو پیشنهاد میکنیم. در نظر دارم با همراه هنرمندان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یکا شریف جورایف، با همراه مطربان و البته هنرمندی همین انسامبل نجمیدین خلندرف. خوش آمدید به برنامه‌مون. اولا درود و سلام پیام به پایان خود را با کل مخلصان تلویزیون دوست داشتنی سفینه و از آن جمله به برنامه خاطره ها که امروز بسیار شما یک تصمیم خوب گرفتید که در برنامه خاطره های یاد از یک استادان، یکی از هنرمندان بهترین، یکی از هنرمندانی که هیچگاه دیگر تکرار نمی شود. بله. کرامت الله قربان امروز یاد میکنیم و شما مرا دعوت کرده. بسیار تشکر.
در حقیقت ما هم در همون دوره‌ای که شادروان کرامت الله کار و فعالیت میکردن و دانشجو بودند و میخواندن، در همون دوره ما هم خیلی کمتر پایان تر کم بودیم. از همه چیزها واقف هستیم، از همه چیزها خبردار هستیم، از تمام هنر کرامت الله خبردار هستیم. و امروز ببینید که هنر کرامت الله در بین مردم، گرچند خود او در بین ما نیست، هنر همیشه پایدار است. این هنر من باوری دارم 1000% من باوری دارم که 100 سالها 1000 سالهای دیگه پایدار میماند. واقعا هم با مثل همین ترانه‌ای که عین حال پیشنهاد کردید و مخصوصا همون قسمت موسیقوی که از سخن بیرون است، ببینید من باور دارم که در خاطره هر یک نفر هست، چه شخص بزرگسال باشد چه جوان و یا نسل ما که ما در همون سال خیلی خرد بودیم، اما ببینید که تاثیر همین ترانه ها در قلب ما هست، در ذهن ما هست و از دیدن شما براستی شاد شدیم، زیرا شما یکی از نفرانی هستید که با کرامت الله قربان از نزدیک شناس بودید، همراه با هم دانشجو بودید و شما هستید که شاهد ترانه های کرامت الله قربان بودید. بیاید از همون دوره ها شروع کنیم، از اونی که همون شناسایی چگونه شروع شد، چند سال داشتید و همون لحظه ها چگونه لحظه ها بود، چگونه خاطره ها بودن؟ باور کنید این یک شیرین ترین لحظه ها گویم، هیچ وقت فراموش از یاد آدم نمی شود. هنوز در دوره مکتب خانی من در صنف 8 میخواندم و شادروان در صنف 10 میخواندم. در بین ما که در یک ناحیه زندگی میکردیم، در بین مکتب ها آزمون های بین مکتبی شده میگذشت و در یکی از آزمون های در وصف ابوعلی ابن سینا بود. چند صد سالگی ابوعلی ابن سینا قید میکردن بین مکتب ها. در همونجا سرود با نام چون درخت فروردین احمد ظاهر سبب شد و مکتبی ما دورتر بود، مکتبی آنها در دیگر جا و شادروان کرامت الله با اکاردیون همون سرودی چون درخت فروردین رو می نواخت. اول که از مکتب همین می نواخت. وقتی که در دوره مکتب خانه الک وقتی که احمد ظاهر زنده بود، الک ما احمد ظاهر رو میشنویدیم، گوش میکردیم، فقط از با واسطه رادیو گوش میکردیم. شبها همین سرودی چون درخت فروردین سبب شد که به گوش من رسید. بعد آهسته آهسته من از نزد طلبه ها یعنی گریخته رفتم، گویا رفتم اونجا بسیار یک با دقت گوش میکردم. شادروان یک بچه بسیار زیبا، بسیار یک بچه وزیب و میخیل اکاردیونی رپسادی گفتنی اکاردیون هیچ یادم نمیاد، اما اکاردیون خیلی مینواخت. همون چیز مینواخت. من همین خیلی نگاه دارم که یک ممکن در نظر عجیب تافته باشد، چون که بعد شادروان به نزد من آمده دید که من از دیگر مکتب آمده بسیار این ترانه رو با یک دقت جلب کننده گوش میکنم و گفت که تو میدونی که این ترانه اینقدر مثلا با دقت گوش کردیم. گفتم احمد ظاهر. بعدم فهمید که منم از هنر احمد ظاهر واقف هستم و همین خیال شد و گویا که شناسایی بین ما پیدا شد و بعد در سال آینده آنها به دانشکده سند داخل شدن. ما در مکتب میانه تحصیل میکردیم و دویم از هنری کرامت الله ما دیدم که در حقیقت از شما چند سال بزرگتر بودن؟ ما 8 میخوندیم، اونها 10 میخوندیم. 2 سال. بعد ما هم آمده دانشکده داخل شدیم و در اونجا خیلی بسیار دوستا بودن. من در اینجا یک از دوستان، یک از برادرای قدردانی کرامت الله دویم با فرهاد یاجوری بودن. بسیار فرهاد دوست می داشت، من این چیزا رو میدیدم. فرهاد بسیار دوست می داشت، با فرهاد دویم شوخی میکردن. ما با فرهاد همسال هستیم، ما یک میخواندیم، اونا از ما زیادتر بودن و ما اون معجزه هایی که کرامت الله در دوره های دانشجویی نشان میداد، این چیزا رو ما دیدیم، اون چیزا رو گوشای ما شنید، چشمای ما دید که مثلا در حقیقت کرامت الله یک هنرمندی بود که بی‌بها بود. در آهنگسازی همچون یک مطربی چیرده است، همچون یک آوازخوانی گویم که ناتکرار، همچون یک آهنگساز. ببینید که من در طول همین قدر سالی که هنرنمایی کردم، همین قدر گشتم، بسیار هنرمندای دیدم. هنرمندای خوب امروز در تاجیکستان ما کم نیستن، زیادن. ما یگام کس مثال وای کردنی نیستیم، لیکن هر یک هنرمند با جای خودش دارد. من آزرش من ندیدم هنرمندی که اما نوازد و تمام مطربا در حیرت مانند و بخواند، همه آوازخوانه هم در حیرت مانند، چون که او وقتی که همین یک بار که اسباب همین خیلی می نواخت
علاقه همین موی تنت میخست. بله باور کنید این چیزا رو ما از نزدیک میدیدیم ده. با وقتی که آواز میبرآورد یک دنیای دیگر بود. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از اون نامجوست. نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست. هیچ وقت من باوری دارم که اون اشعاری که کرامت الله در ما باقی گذاشت این 1000 ساله ها می رود. پس از ما میگذاریم و بعد ما بودگی ها میبیاین تحقیقات میکنن، میسنجن که این چی هنر بود، این چی شخصیت بود که مثلا به این مرتبه رفته رسیده بود. و اون سخنایی که مثلا کرامت الله انتخاب میکرد ببینید که هر یک شعر و غزلی که این کرامت الله انتخاب میکرد معنی ببینید یک چقدر پرمعنی است، چقدر پربار است. بعد از گذشتن هنرمندی که سرودهای او را بعداً دیگرها میخوانند همان هنرمند است جاویدانه میماند. ببینید در دوره‌ای که مثلا اکاشریف جورایف گذشتن چقدر هنرمندا در دوره اکاشریف جورایف بودند. در تمام گوشه و کنار تاجیکستان هنرمندا بودند. ببینید که سرودهای اکاشریف جورایف امروز در تمام چاره‌بینی ها، هر در آزمون ها، در مثل توی و سورای مردم اجرا میکنند. دیگر هنرمندایی هم بودند که مثلا اون وقت در هم وقت یک محبوبیت خودش را داشته سرودهای اونها اجرا نمیشود. و کرامت الله ببینید که مثلا انا زیاده از 30 سال شد که مثلا گذشتن از در بین ما نیستن. سرودهای آن کس رو امروز همین قدر پای بر جایند که حالا هم با 100 ساله های دیگه هم پای بر جا میمانند. ما هم آهنگای خودمان رو داریم، سرودهای خودمان رو میخوانیم، لیکن در بسیاری جاها میگن که دل را به دل ره است در این گنبدی سپهر، از روی کینه کینه و از روی مهر مهر. ما از روی مهر همه هنرمندان، همه این مطربایی که مثلا اینجا هستند از روی مهر حتما یگان سرود کرامت الله اجرا میکنن. وقتی که به من تلفن کردن و گفتن که ما برنامه خاطره ها میکنیم درباره کرامت الله قربان، ما در جمع شدیم یک 4 سرودی کرامت الله گرفتیم از خود کردیم. اما من باور دارم که این سرودها رو با سهم مخلصان اشدی شادروان کرامت الله میرسانم که ما با مانند کرامت الله البته اجرا کردن نمیتوانیم، لیکن یک یادآوری میشود. اگر یک کم طریق اجرا کرده توانیم همین قدر ما واقعا بعضا ترانه ها، بعضا سخن ها، بعضا گفتارهای هستند که ما دربارهشان میدونیم و دیگران هم میدونن، اما دوست میداریم که همون لحظه ها رو یک مرتبه دیگر به خاطر بیاریم، اطراف این یا اون نفر حرف بزنیم، یادش بکنیم. و یک خصوصیت دیگری کرامت الله قربان بگویند در آن بود که گذشته از اونی که شعرهای خیلی خوب داشتن، مهارت خوب داشتن، صدای خوب داشتن، یک استعداد دیگرشان این بود که استعدادهای محیط رو احساس میکردن و واقعا هم من اثبات همین مهارتشان رو احساس میکنم. وقتهای اخیر ببینید که در اطرافشان چگونه هنرمندانی صاحب استعداد بودن و احساس میکردن. مثلا اکای فرهاد رو ببینید که چگونه هر یکی از همین هنرمندان اودیتوریا مخصوص خود رو دارد و همین اودیتوریا های مخصوصی همین نفران واقعا هم گویا یک علاقمندی با کرامت الله قربان داشته باشد، گویا که همین استعدادها رو کرامت الله قربان احساس کرد و با اونها با همین اودیتوریا نشان داد که همین گونه استعدادها هم هستند. ببینید که در اون وقت ما از حساب هنر هم گوییم، از حساب سن سال هم گوییم، از کرامت الله یک زینه، یک قدم عقب بودیم. او همیشه ما رو میدید، گویا که یک وحی میداد، چه بگیم، یک الهام میداد. ما چندین بار هم شد که در توی معرکه ها هم یک جایی میغلطیدیم، با من حتی همین اسباب مینواخت. من همین را در همین زندگی همین خیلی آزمود کردم و دیدم که هنرمندی که خوب است، هنرمندی که در حقیقت سر تا به پا هنر است، از اون آدم هیچ وقت رشک و بخیلی و این چیزا نمیبراید. مخلوصات مهم نیست. بله، برشک و با چیز یکم دیگه مهمیت نمیمونه، چون که او خودش در حقیقت هنرمند است. ببینید که مثلا فرهاد هم یک هنرمندی که مثال یک آهنگسازی که امروز در تاجیکستان چقدر آهنگای فرهاد جان رو مثلا هنرمندای بهترین ما اجرا میکنن و همین خاراکتر کرامت الله قربان باشد که حالا نوازنده هستن، نشستن. وقتی که فهمید ما فرهاد فهمید که ما برنامه در باره کرامت الله میرود، ما گفت که نجمیدین من باید درباره تو باشم. البته گفتم البته ما باید یک جایی باشیم، اون لحظه های ما باید دوباره کنیم. اون چیزایی که مثلا میگه از گوش مجو کاری دیده،
فرق است زیدیده تا شنیده. بله. اون چیزایی که بسیاری ها شنیده گپ زدن ما دیده گپ میزنیم. اون چیزا رو ما دیدیم، اون چشمای ما دید، چشمای فرهاد دید، گوشای فرهاد شنید اون سخنایی که مثلا اون کس میکرد. و اکنون ما هیچ کمکی با اون کس کار نمیتونستیم چون که دستی ما نمیرسید. اون کس خودشون هم قدر یک هنرمندی بود که مثلا نوخی دیگر زوال نبود. یکی از آهنگاشون از استاد قیام الدین قیوموف استادی ما بودن. اون کس در دوره دانشجویی درس میدادن، معلم رباب بودن، معلم رباب بودن. اون کس ما رو درس میدادن. یک آهنگ خوب، چند آهنگای خوب از اون کس هم خواندگی هستند. و از یکی از هنرمندانی که مثلا امروز هستند، امروز فعالیت میکنن، کریم جان نظرف و چندین آهنگایی که مثلا از کریم نظر گرفته خواندن کرامت الله قربان و چند آهنگایی که مثلا از محمد الله قربانوف از برادرشون میگرفتن میخواندن. همه آهنگای ما از همه مؤلفا هم گوش کردگی هستیم. وقتی که کرامت بهار ما گرفت و یک کارهای کرد در اطراف این سرود و وقتی که سرای وقتی که وای سرود که مثلا کرامت الله پیشکش میکرد الکی بله در تمام تاجیکستان گویم که سرود یک دانه پهن میشد. چون که با یک آوازی مرغوله دار، چون که با یک هنری بسیار بالا. واقعا هم گفتید که سرودهایشان خیلی در یک مدت کوتاه پهن میشد و یکی از سرودهایی که تمامی کشور رو تسخیر کرد این سرودی با من بیمان. بله. چگونه یک ترانه زیبا است. بله. بیاید همین ترانه رو بخونیم و اطرافش حرف بزنیم. جان
عاشقی بیچاره‌ام آواره دنیا منم در اون که دل چاره‌ام امشب مرم با من بیمار 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 با من بیمار با من بیمار دوستان عزیزمند این برنامه خاطره هاست و ما امروز تصمیم گرفتیم که اطراف یکی از هنرمندان زنده‌یاد، یکی از هنرمندان محبوب شناخته، یکی از هنرمندانی که همیشه به خاطر آرامش روح و روان ما، به خاطر آرامش قلبمون می‌سرید، از کرامت الله قربانوف یاد بیاریم. و همون طوری که گفتیم که همیشه ترانه‌هایش قلب‌های ما را آلایش میداد، یکی از همین ترانه‌هاش ترانه‌ای بود که این حال اجرا شد. بله. و همین ترانه کی تولید شد؟ کدام سال‌ها بود؟ در همون دوره‌های بود که دوره‌ای که اوجی کمالات، اوجی که مثلا بعدی سرودهایی که مثلا بهارم و عروسی خوشدلی ما و بکشم به ناز روزه و این سرودا بود، این سرودا بعدی اون سرودا تولید شده. یعنی که زینه هایی که مثلا باز کرامت الله باز زینه به زینه میگم که هر یک دقیقه و هر یک ماه به ماه و روز به روز و قدم به قدم پیش میرفت. این هر یک سرودهایی که کرامت الله اجرا میکرد یکی مثلا بالاتر بود و پستر نبود. ترانه تا اون زمانی که کرامت الله قربانوف به انسمبل گلشن آمدن بعد تولید شد یا پیشتر از اون؟ نه، البته در تا انسمبل گلشن آمدن ترانه اجرا میکردن. برای که اون اسباب 6300 یک تا کلاویش داشتن، اما با هم اسباب البته اجرا میکردن با شادروان عبدالرحمن و فرید و اون نفرایی که بودن در نظر. و میگویند که یک بچه خیلی شوخ بود، یک بچه خیلی سرده و تاز بود. میگویند به حد بچه شوخ بود. نه شادروان هم خیلی یک بچه شوخ بود که همین بسیارتر با همون شادروان عبدالرحمن هم بچه‌ای که نمی‌ناختن بسیارتر با همون کس هم بسیار یک حالتایی بود که همین در معرکه ها خیلی قرار نمی‌افتاد. چقدر گپیا و همین یک سخن میشد در و هم یک گپی میگفت که حتما اونجا چندین نفر رو باید یک میخندیدن نمیشه می‌کردن. شوخ طبیعت بودن. بعد اون رسمی احمد ظاهر میدید میگفت که من بروتام اگه بدن که احمد ظاهر میشم میگفت راست اون گپش. لیکن در وقتی کار فرهاد جدی بود بسیار. بعد یک وای بود که بخشش همون لباس پوشیاش داشت وایش داد هم و استودنت‌ها تقلید میکردند. بسیار لباس خشرو و انتخاب میکرد. برای من خیلی جالب است که شناسایی شما چگونه صورت گرفت؟ مراتب اول در کجا با هم واخوردید؟ پیش از داخل شوی یک سال پیش ما میرفتیم اونجا تجربه میگرفتیم در این سودا. من از همون دورها میشناختم. یکم بار ما کرامت کردی درون اتوبوسی 18 ایکاروسای زرد باید هست نجمیدی. همونجا در دیپلماتش کتی وایرا من خودم رفته شناس شدم قطعی. شما میشناختید کرامت الله قربانوف؟ همون دوره که ما تجربه می آموختیم رفتم ما اونجا شناس شده بودیم. سرودای بیکشم به ناز روزه در موبایل میخوان بعد پختر خبرگیری می اومد مویا. عجب بچه بوده با اعتقاد بود. بچه‌ای که کورس‌های پایان‌تر می‌خواندن بسیاری بچه‌ها در دوره پختچینی الکای بعد کرامت الله مثلا بسیارتر نقصر شناختند چون که بسیار در چوربینی‌ها حتما اونجا برآمد میکرد. روزی شد که خیر شادروان کرامت الله از بین ما رفت. قسمت همین بود که مثلا از بین ما برد و بعداً آهسته محمد رافع پسرش که هنرمند شد هنرنمایی میکنه، مثلا بعضی سرودهای پدرش مثلا اجرا میکنه. وقتی که وای سرودهای اجرا میکنه ما از دورگی میبینیم، ما یادی همو دوره‌ها میکنیم. یمانی ما به هزاران باوری دارم که میلیون این مردم تاجیک چقدر یک با مهر و سرودهای محمد رافع امروز تماشا میکنن که به خاطر پدر، به خاطری که مثلا شادروان اونا مثلا وقت جوان بودن و گوش میکردن و میبودن. بیا ترانه دیگرشون رو اجرا کنیم. کدام ترانه رو انتخاب میکنید؟ گلزار آمده. خیلی ترانه زیباست. یک ترانه کرامت الله بزیب ندارد. بله. یک ترانه میخوند ایزی گلزار تو بر دیل تازه گلزار آمده. آهنگ از قیام‌الدین، آهنگ از معلم روبا بودن در استاد قیام‌الدین قیوموف.
استاد خیام‌الدین قیومов همین سرود با رباب میخواندن وقتی که ما دانشجو بودیم. اون کس شاگرد استاد ظفر ناظم بودن، پیرهی استاد ظفر ناظم میگرفتن، همین رباب قطعی همین سرود میخواندن، کمتر دیگرگونه میخواندن. بعد شادروان کرامت الله همین سرود معقول شده، گرفته این سرود همه خیلی کرد که امروز ببینید که مثلا چقدر یک سرود شد که مثلا میکنن شنونده پیدا کرده در یک سرود شیرین زیبا. مرحبا. رخساری تو بردی تازه
عزیزان دل این برنامه خاطره هاست و امروز در برنامه ما قرار دارند نجمیدین قلندرов و فرهادی دینه، دو نفر از هنرمندانی که در دنیای موسیقی شکل و شیوه خاصی ترانه‌خوانی خود را دارند، شکل و شیوه خاصی آفریدن ترانه‌های خود را دارند و همین دو هنرمند یک دوست، یک رفیق، همدم، همنشین و همراز داشتند که همه ما و شما دوستش می‌داریم تا کنون ترانه‌هایش را گوش می‌کنیم. این دوستشان کرامت الله قربانوف است و ما امروز اطراف دوستی همین هنرمندان حرف میزنیم، زیرا خاطره های خیلی زیاد دارند. شروع از همان دوره های نورسی، جوانی، شروع از همان دوره های مکتب خونی تا اوج موفقیت کرامت الله قربان. قبل از خواندن همین ترانه یک عباره خیلی زیبا گفتید ترانه های شیرین است. ترانه های کرامت الله ندارد یگان ترانه ای که مثلا یگان سرود نیست که از طرف کرامت الله اجرا شده باشد و خاصتا و آهنگ کسی باشد فرق ندارد، از طرف کرامت الله اجرا شده باشد و حتما اون سرود یک قدرت پیدا کرده است، یک چیز پیدا کرده است که یک شیرینی پیدا کرده است که گویا که همون با کرامت الله یک جای تولد شده باشد. اینقدر یک شیرین هستند، اینقدر یک زیبا هستند. شما از همون دوره‌ای که دیدید یک جوانی که ترانه اجرا میکند خیلی هوسکار است، شوق دارد، رغبت دارد، همون چهره رو که دیدید باور داشتید که نام او مرز تاجیکستان را عبور میکند تا کشورهای غرب و شرق می رود. همون دوره‌ای که کرامت الله قربانوف بود در قطار چند چهره‌ای که در همونجا آوازخوان بودند، دوره طلایی انسامبل گلشن بود. همین گلشن رو بگویم که همین آوازخوان‌ها گلشن کردند، نامش رو معرفیت بردند. همین خیلی بود. در حقیقت لیلی را از چشم مجنون نگریستند در کار. بله. وقتی که خیلی جوان بودیم همه کرامت الله را توجه میکردن. ما که خودمون در همین پیرهه که بودیم توجه ما دیگر خیلتر بود، ما چخورتر نظر میکردیم و خودی من در همون دوره ها ما باوری داشتم که این هنرمند هنر این ملت تاجیک را به تمام گوشه و کنار دنیا میبرد و همین هم شد که روز شد حالا که کرامت الله در بین ما نبود، ما دو نفر در شهر سنت پتربورگ لنینگراد همون دوره ما با اونجا سفر کردیم به شهر سنت پتربورگ. این سالای من 2000 و چند انم خیلی سالا بوده. ما یک آدم پدرش اشتراکچی جنگ بزرگ وطن بود، یک دوست داشته است در همونجا، فرزندی همون دوستش دکتر کار میکرد است. با ما گویا که یاردم کرده بود، گفت که همه آدم شما در یک جا معین میکند، یک وقتی معین در همون خانه همون می ایستین. گفته اون سنیا میگفتیم، رفتیم سلام علیک کردیم، پرسپوس کردیم، خاطرش خانهش ما را گرفته برد. خانهش برد. شما باور میکنید وقتی ما در اومدیم ماگنیتوفون کاسیت بود، فلشکو خیلی چیزا دیسکو خیلی نبود، کاسیت ماگنیتوفون بود. ماگنیتوفون میمونه کرامت الله میخونه. خیلی در اطراف هنر کرامت الله با گپ زد، خیلی تعریف کرد. یعنی مقصد ببینید که هنر این مردک تا کجاهای برد. در اون دوره ها مثلا حاضر در دوره استقلالیت ما زندگی میکنیم که امروز هنرمندا به تمام گوشه کنار دنیا رفته میرسن. او وقت این خیلی نبود. ببینید که در همون دوره ها مثلا علاقه هنری کرامت الله از این سرحدهای عبور کرده رفتگی بود. صدای خوب، آهنگ خوب، معنی خوب حتما هنرمند برده به عرش عالی میرساند. بله. در کرامت الله این چیزا بود. این چیزا بسیار یک عمیق بود، یا نه بسیار یک پابرجا بود. دوستداری صنعت هند بود، با هندی قریب که گپ میزد، میدونست زبان هندویه. دوستداری صنعت بینه که فرزندش به نام همون محمد رافی به نام همون گذاشته. بینیده اشبانسلی وقتی که کنسرت داشت در مسکو از همینجا فهمیده بلیت گرفته رفته در کنسرتش اشتراک کرده به خیستان. سرودای هندویی رو ببینید که چگونه خیلی خوب اجرا میکردن. و اگر شما اگر از خودی حاضر به همون دوره نظر افکنید، به همون یک دوره که یک جوان در صحنه مکتب ترانه احمد ظاهر اجرا میکند و اونی که علاقه خاطره هست که همین نفوس تا کجاها رفت، به همون چهره به همون جوان چی میگفتید؟ نمیدونم باور کنید تا چی درجه آدم همین خدر یک حالتی ده میشد. اون چیز حالتی میشه که به یاد میبیاد. وقتی که به یاد آدم میبیاد
ҳамон ҳолатҳо одам дар ҳамон давра меравад. Кароматулло хеле не ки баъзи ҳунармандо масалан кор мекунанд ба ягон чида ба яке бибинӣ ки канта зур мешаванд, канта чӣ мешаванд. Кароматулло аз аввал зур буд. Аввал ҳамин рӯзи Кароматулло касе ки дидагӣ Кароматулло нозур умуман ягон кас дидагӣ нест. Надида ягон кас ки Кароматулло нимкола ёд гирифта боша ё ки навохта боша ё ки безеб хонда боша. Ва ҳамон давраи аввал ё не Фарҳод. ҳамин давраи аввал ҳамин Кароматулло ҳамин зур буд, зур рафт, ҳамин хел гузашт рафт. Дар давраҳое ки мо донишҷӯ будем, имтиҳонои профессорҳо меомаданд, имтиҳонои давлатӣ мо мегирифтанд. Баъд ҳамон донишҷӯи курсҳои болоӣ вақти имтиҳон месупориданд, мо дар ҳамон ҷо донишҷӯи курси поёнӣ акада поёнтар акад, мо 2-3 курс поёнтар охӣ ҳамон залда мешистем, тамошо мекардему, донишҷӯи тамомкунанда имтиҳон месупориданд, инҷода Москва омадагӣ, аз Ленинград омадагӣ, шиштагӣ ҳунара баҳо медоданд ки масалан вай кист. Дар ҳамон ҷо як муаллим, як профессори ҳамон рӯз вақти Шодравон Кароматулло асра навохтагӣ аккордеон қатӣ баъд вай гуфтагӣ ки муаллимш Қаюмов набуд? Қаюмов буд муаллимшон. Муаллимшон пурсидагӣ ки амин аз кадом вақт масалан ҳаст ку бачаҳое ки бисёри бачаҳо аз синфи 1 масалан унҷо рафта хонда омаданд. Ахай Шодравон Кароматулло баъди синфи 10 омадагӣ масалан аз синфи 1 хондагӣ не. Аввай ҳамон ҷо дарс кардагӣ буд ки агар ҳамин бача мумкин аз синфи 1 агар масалан ҳама аккордеон хонда меомад, мумкин дигар намедонам вай чӣ менавохта. мо бисёр ҳолатҳо таассуф мехӯрем ки баъзан ҳунармандоне ки воқеан ҳам истеъдоди баланд доштанд, умри хеле кӯтоҳ диданд. Аммо як чизи дигар ба қалбҳои мо малҳам аст ки муҳим онҳо аз худ чизе гузошта тавонистанд. Муҳим исмашон ҳаст, муҳим пайравонаш ҳаст, муҳим дӯстдорони таронаҳояш ҳаст, муҳим таронаҳояшон зинда ҳаст ва муҳим ин аст ки танҳо ҳамин таронаҳо гӯям ки дар бойгонӣ хоб намераванд, ҳамеша шунида мешаванд, ҳамеша шунаванда доранд ва мисоли ҳамин нафарон Кароматулло Қурбонов аст. Ва ташаккур барои шумо. Ташаккур ки имрӯз ҳамроҳ бо ҳам будем, суҳбатҳои самимӣ доштем, хеле самимона тарона иҷро кардед. Мо низ хеле роҳат будем ва дар интиҳои барнома мехоҳем ки як таронаи дигари Кароматулло Қурбонро пешниҳод кунед ва бо ҳамин бо бинандагон хайру хуш намоед. Зинда бошед. Марҳабат. تو خوش باد کلین خوش رو زبان بادن آماد دلجو
تیر